جبوی شرمزارکردنا کمکوژی و گفین سپاه ترکیه لهمبر ولاتین باکور کردستانه کمیته سلیمانی نونراتی هدف لباشور کردستانه گرسه یک ناراضیبون انجام دا و داخواست کرد او ظلم و زوره بیت راوستاندن. ایرو تزارو که کردا چوتینه مال کردا خراده که ما حتی کنگی یعنی شتر نخیره ایرو تبخوات تربا خود کوله تو و او کسی عوانه گبتربن او کسی حوال آلیکاریات تدکن. او گرسه بگوتنا چند رشمک دجی دولتا ترکیه و بلند کرنا آلایا هدف بردر باغ گشتی سلیمانی بریوه چو. خو پیشاندانا ما جبون شر باکور کردستان و به تایبەتی او به حقوقیا لدجی هدف بد دبپ چه دب جبونی ویه جبر کوینجت زانه ایرول باکور کردستان به تایبەتی لنوسبین گلمه به کنکوژی را روپ رومایه جبونی وی ام دخوازن دنگ خو جوه دره پشکریا خو جبون گل خو مسبینی بشینن. نونر کانتون روجاوای کردستان جده بجه ترکیه دخوازه کینه یا روجاوای کردستان لسر ولاتین باکور کردستان بسپینه و دبجه بوان رفتاران دولتا ترکیه دجمنین زیداتر بخو چه دکه. دولتی ترکیه حکومتی AKP دوای شکسته گورکیان لروجاوای کردستان و شکستی سیاستیان استا لباکور لرگی کشتنی خلکی ایمه و شهید کردنی خلک و ویران کردنی شار و شاروچکانی باکوری کردستان تولی شکستی روجاوای کردستان وردگرن. نونراتی هدف رادگهینی دنهاد روشا هندک جب باجارن باکور کردستان خرابه و بردوام قدغه هات چون و شر و پفچونجی در روژه بدانه و هر وسا هلگرتنا پاریزبندی لسر پارلمانتارن کرجی شرمزار دکه.